کسا، بعضی کفار یا بعضی مسلمانایی که میخواین که کفار جور آمد کنه، بازا برام پلورالیسم دینی چی میگن؟ یعنی کل دین ها حق است، میگه دین های حق سروشوار انسانان نوشته میکنن کتابا. این آیت قرآن نظریات از را رد میکنه، میگه شما بیدین هستین، کسی را که الله کافر گفته تو را کافر نگویی خودت هم کافر میشی. اگر کسی بگه یهود کافر نیست، نصارا کافر نیست، میگه سه خداست، تو میگی کافر نیست، در جنت میره. خودم انسان چی میشن؟ کافر میشن. چرا گپ الله را رد میکنه؟ الله میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الله میگه کافر است. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه. الله متعال میگه اینا کافر هستن. پس هر کسی که یهودی است یا نصرانی است یا مجوسی است یا هر کسی که است، اگر او آخرین پیغمبرا را نپذیره و شریعت الله را، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نپذیره، الله متعال میگه فلن یقبل منه، و از او قبول نمیشه. و هو فی الاخره من الخاسرین. این در آخرت چی است؟ خاسرین. در آخرت خاسر کی است؟ دوزخی است. ببینید آیات قرآن امیره میگه این حال این سیکولر هایی که میگن ما سیکولر هستیم و شریعت الله را در مملکت نمیپذیره، اینمی سیکولر الله از دیگر راه و قانون و طریقه دیگر نمیپذیره و الله میگه فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. چه قسم هدایت میکنه الله یا هدایت بکند الله متعال قومی را که کفر و کافر شدن بعد ایمانهم، بعد از ایمانشان. سعی کنین. بعضی کسا میگه که برادرها شما برای مؤمن آیت چرا میخوانین؟ او خود مسلمان است. وقتی که مسلمان بود خود این آیات خود برای کافران نازل شده. این آیت سعی کنین الله متعال میگه کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. چه قسم هدایت کنه قومی را که اونا بعد از ایمان خود کافر شدن. بعضی کسا هستن که در نواقص داخل است و بعد از ایمانش از دایره دین بمونن. و شهیدو ان الرسول حق. قبلا شهادت میدادن که رسول حق است و جاءهم البینات، برشان دلایل روشن هم اومده بود. الله قوم ظالمی را که بعد از پذیرفتن و قبول کردن پیغمبر بعد از او سیکولر میشه، بیدین میشه، پیغمبر اسلام رد میکنه، قرآن رد میکنه، شریعت الله را رد میکنه. الله متعال میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین. الله قوم ظالم هدایت نمیکنه. خب چی جزایشان است یا الله؟ این سیکولرهای بیدین، این یهودیایی که کافر شدن بر رسول الله صلی الله علیه و و شریعت الله، این نصرانی هایی که قبول نکردن کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، جزایشان چی است؟ الله متعال میگه اولئک جزاؤهم. این طایفه مردم جزایشان چی است؟ ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. بالای از اینا لعنت الله هست یک، لعنت ملائکه هست دو و تمامی مردم سه. و لعنت چه قسم تعریف میکنن علما؟ میگن اللعن الطرد من رحمت الله. لعنت چی است؟ راندن یک کسی است از رحمت